هر علاقمندی به موسیقی من فکر میکنم در درجه اول باید یه بستری رو در دل یک بستری رشد بکنه که موسیقی رو اصولی یاد بگیره و حالا من از اینجا شروع میکنم که به خود علاقمند میپردازیم. یه بستری من فکر میکنم باید باشه که دوستانی که علاقمند هستن راهشون رو درست برن. باید در ابتدا اون اصالت‌های موسیقی رو، موسیقی خوب و بد رو باید بشناسن و سراغ اون موسیقی خوب برن، سراغ کسانی برن که برای یادگیری موسیقی در بحث آموزش که واقعا چیزی دارن در چنته برای گفتن، تأثیر گذار بودن در موسیقی. حالا خودم رو عرض نمی کنم، شاید به این اشتباه تصور بشه که من دارم خودم رو میگم. یه سری از هنرمندای ما هستند که خیلی زحمت کشیدن برای موسیقی و تمام زندگیشون رو گذاشتن، منتها کنج خونه هستن و هیچ حمایتی ندارن، در صورتی که خیلی داشته دارن، خیلی حرف دارن برای گفتن. اول این هنرمندا رو باید بشناسن علاقمندان ما، مسئولین ما، تا هنرجو راهش رو درست بره، اصولی یاد بگیره موسیقی رو. بعد میرسیم به مسئولین گرامی. من فکر میکنم هر مسئولی در هر حوزه‌ای، حالا شما صدا سیما یا ارشاد رو فرمودید، من فکر میکنم هر کسی، هر مسئولی که یک مسئولیت داره، یعنی لازمه که اهمیت فرهنگ و هنرش رو بدونه، اهمیت زبانش رو بدونه و بعد با توجه به این اهمیت ها مدیریت بکنن. واقعا شاید این برای بعضی دوستان عجیب باشه که چرا حوزه های دیگه، هر ملتی یا هر قومی در دنیا وقتی پویاست، وقتی زنده است، وقتی شناخته میشه در سطح دنیا، وقتی به عنوان یک فرهنگ، یک که تمدنی داره و فرهنگی داره شناخته میشه، اون قوم یا ملت بگیم زنده است. وقتی که برعکس باشه، خب وجود خارجی نداره در جهان و هیچ به هیچ میشه. من از این جهت این صحبت رو عرض کردم خدمتتون که حالا تمام ارگانایی که هستن، بالاخره من فکر میکنم اول اهمیت فرهنگ و هنر رو بدونن، به خصوص موسیقی که گویاترین هنر هستش به نظر من در دنیا. حالا هنرهای دیگه هم خیلی والا هستن، تمام هنرهای جورایی مرتبط هستن به هم دیگه، کامل کننده هم هستن، اما موسیقی هنری هستش که به کمک تمام این هنرها میره و یک نقاش وقتی موسیقی گوش میده و نقاشی میکشه، به قولی ایده میاد، ایده جدید میاد با شنیدن موسیقی. اون مناظری رو که میشنوه توسط گوش میتونه با چشم و با قلم رسم بکنه و نشون بده اون حسش رو. و همچنین هنرمندای دیگه. فقط من همین رو بگم خدمت شما که مسئولین نیاز هست به نظر من که اهمیت این مقوله رو، یعنی فرهنگ و هنر و خصوصا موسیقی رو درک بکنن و بعد با درک این موضوع مدیریت کردن دیگه ما مدینه فاضله خواهیم داشت.